دوستان عزیز، با ژیلا در باغچه نشسته در این فکر بودیم که گفتگوی امسال ما چی باشه. دیدیم آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم، کنار گل نشستیم، یادمون رفته که سعدی چی گفته؟ به چه کار آیدت ز گل طبقی، از گلستان من ببر ورقی. این بود که دیوانش رو باز کردیم، این اومد جدال سعدی با مدعی. برگ‌های دیوانش رو کنار برگ‌های درختان بهار دیده و به تابستان رسیده ورق زدیم. باز هم اذعان کردیم که عجب ابرازی است که سعدی داره، به مصداق بیت شیخ بها که میگه حال متکلم از کلامش پیداست، از کوزه همان برون تراود که در اوست. این گنجینه شعر و نثر سعدی بازگو کننده ذهنیت اوست. شخصیتی رو عرضه میکنه که استعدادش از عنفوان جوانی بارز، با گذشت زمان، با تجربیات رنگارنگش هرچه بیشتر عمق و معنی پیدا کرده. اون چی که خیلی روشنه تنوع کارهای سعدیه، نه فقط از نقطه نظر شعر و نثر، نه فقط از نظر بیان شاعرانه از غزل و قصیده و مثنوی و ترجیبند و چه میدونم رباعی و قطع و غیره، بلکه از نظر اندیشمندی و هوشمندی او و وسعت دیدش که در جزئیات ساده روزمره یک عمقی رو میبینه. این عمق در فلسفه و عرفان، در اخلاقیات و دین، در عشق و کامیابی، حرمان، زیبایی، ارتباط با طبیعت و آگاهی و ارتباط دوستان از طریق مشاهدات دقیق اون چه که بر اون و اطرافیانش میگذره است و تعمق در اونها. پس ما با هم به این شگفتی رسیدیم که ذهنیت سعدی از تنوع غریبی برخورداره که میبایست موارد گوناگون رو بازرسی و تجزیه و تحلیل میکرده. با این حساب به عبارتی با خودش در محاوره و بلکه در جدال بوده. این دریافت در ما این شیفتگی رو فراهم کرد که عنوان صحبت امروزمون رو جدال سعدی با سعدی بخوانیم. فضایی که در اون سعدی با سعدی به محاوره و مقابله میپردازه و این منظور ماست، نه اون که ببینیم که خیلی خوب کی به دنیا اومده، کی گذشته، زندگیش چی بوده، چه حوادثی رو گذرونده، که اینها رو میشه خب به راحتی در هر جایی جستجو کرد و پیدا کرد. یک شب تأمل ایام گذشته می کردم و بر عمر تلف شده تأسف می خوردم و سنگ سراچه دل به الماس آب دیده می سفتم. مصلحت چنان دیدم که در نشیمن عزلت نشینم و دامن صحبت به دور خود چینم و دفتر از گفته های پریشان بشویم. هر دم از عمر می رود نفسی، چون نگه می کنی نمانده بسی. ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این 5 روز دریابی. اما تو که اشعار من رو خونده ای میدونی که چقدر دوست برای من عزیزه. از هر چه می رود سخن دوست خوشتر است، پیغام آشنا نفس روح پرور است. دوستی برای من ارج و قرب ویژه‌ای داره. گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی، دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را. اگرچه باید گفت که سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، اما هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. بله، در عین حال در حالی که در این حلقه هستم میگم که هرگز وجود حاضر غایب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. من اون دوستم که در آینه روبروی توست، اون حاضر غایب که با تو هم و انگار بی تو.
پس از من بشنو که سفرها کردم، سرد و گرم روزگار دیدم، تلخ و شیرین چشیدم. در این سفرها سفری هم به درون خودم داشتم و به تو میگم که من اون سعدیم که وجود توست و وجود تو شهری است پر نیک و بد، تو سلطان و دستور دانا خرد. تو با دشمن نفس همخانه ای، چه در بند پیکار بیگانه ای. جدال من با منه سعدی، جدال با کدوم مدعی؟ که من در طول عمرم هر لحظه رو با هر جزئیاتش در ذهنم زیر و رو کردم. پس جدال من با منه، من مدعی خودم هستم. خب میدونی خیلی با خودم در سفرهام با دوستان و دشمنان در نشستها صحبت کردم که چطور باید بود، ولی نه اینکه راه و روشی بدم. اما آدم تو زندگیش یا از کنار مطالب رد میشه بی توجه یا نگاه میکنه و تأثیر میپذیره. اون وقت نمیتونه که خودش رو ابراز نکنه. گه آسوده در گوشه ای خرقه دوز، گه آشفته در مجلسی خرقه سوز. و میدونی خیلی هم از من ایراد میگرفتن یا میگفتن چی کار بکن چی کار نکن، ولی من که زندگیم عشق بود نمیتونستم قبول کنم گویند مگو سعدی چندین سخن از عشقش. میگویم و بعد از من گویند به دورانها و میبینی که اینطور هم شد. ملامتگوی بی حاصل نداند درد سعدی را، مگر وقتی که در کویی به رویی مبتلا ماند. دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم، باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی. دیدم که فضای فکری من با اون چه در اطرافم میگذره چه فاصله ای داره. ای که گفتی مرو اندر پی خوبان زمانه، ما کجاییم در این بحر تفکر تو کجایی. داستان من و تو که ادعای عشق و تجربه عشق داری و نصیحت میکنی داستان شمع و پروانه است. دانی که خبر ز عشق دارد، آن که از همه عالمش خبر نیست. چنان به موی تو آشفته ام به بوی تو مست، که نیستم خبر از هر چه در دو عالم هست. شبی یاد دارم که چشمم نخفت، شنیدم که پروانه با شمع گفت که من عاشقم گر بسوزم رواست، تو را گریه و سوز باری چراست. بگفت ای هوادار مسکین من، برفت انگبین یار شیرین من، که ای مدعی عشق کار تو نیست، که نه صبر داری نه یارای ایست. تو بگریزی از پیش یک شعله خام، من استاده ام تا بسوزم تمام. تو را آتش عشق اگر پر بسوخت، مرا بین که از پای تا سر بسوخت. خب هر کس هم نکته‌ای داره، اینطور نیست که پروانه حرفی نداشته باشه. کسی گفت پروانه را کی حقیر، برو دوستی در خور خویش گیر. نگه کن که پروانه سوزناک چه گفت ای عجب گر بسوزم چه باک. مرا چون خلیل آتشی در دل است، که پنداری این شعله بر من گل است. نه خود را بر آتش به خود میزنم، که زنجیر شوق است در گردنم. مرا همچنان دور بودم که سوخت، نه این دم که آتش به من در فروخت. بعد من دیدم که دنیای ذهنی من کجاست، دیگران چی فکر میکنن. من در فکرم خیام، در فکرم نحوی که اون راجع به زندگی فکر میکرده که چی بوده. حالا شمع و پروانه و خیام همه رفتن، سوختند به عبارتی، اما با عشق. سعدیا دی رفت و فردا
همچنان موجود نیست. در میان این و آن فرصت شمار امروز را. جهان ای پسر ملک جاوید نیست، ز دنیا وفاداری امید نیست. بتابد بسی ماه و پروین و هور، که سر بر نداری ز بالین گور. چنین است گردیدن روزگار، سبک سیر و بدعهد و ناپایدار. نگهدار فرصت که عالم دمی است، دمی پیش دانا به از عالمی است. پس از ما همین گل دمد بوستان، نشینند با یکدیگر دوستان. و بعد نگاه کردم، دیدم ذهنیت من کجاست. ذهنیتم با حرفایی که سقراط زده کجاست. سقراط میدونید که از جامعه دلخواهش یک تصویر نیکبختی رو پیش گذاشته بود. او این سعادت رو داشت که یک شاگرد و دوست نزدیکی به اسم افلاطون داشته باشه که عقایدش رو بنویسه، گفتگوهایی رو که داشت بنویسه و مدینه فاضلش رو به صورت گوناگون گفتگوهای مختلف معرفی کنه. به زعم من این جدال سقراط با مدعیانش. اما من بسیار در سفر بودم و تجربیاتم رو در بوستان و گلستان بازبینی کردم. در غزلهام عرضه کردم که دنیایی دلخواه و نیکبخت رو که نگرش منه به بهزیستی در ارتباطات به یارانم عرضه کنم. چرا که اخوان که ذراهایند، آنطور که گفت آرند رهاوردی. این قطعه رهاورد است از بحر دل اخوان و امیدوارم که به نوشته هام با یک دید متفاوتی، با یک دیدی که سزاوار عمق اونهاست بنگرید. نقابی است هر سطر من زین کتیب، فروهشته بر عارضی دلفریب. معانی است در زیر حرف سیاه، چو در پرده معشوق و در میغ ماه. در اوراق سعدی نگنجد ملال، که دارد پس پرده چندین جمال. مرا کین سخن هاست مجلس فروز، چو آتش در او روشنایی و سوز. نرنجم ز خصمان اگر برتپند، که از این آتش پارسی در تبند. خب میدونی از سالها قبل از رفتنم به نظامیه برام سوالات زیادی مطرح بودن. خب دوره تحصیلاتم در نظامیه بغداد به این اشتیاق من دامن زد. به خصوص مطلب یادگیری و تربیت برام معمایی بود که من رو به سؤال اساسی خصلت و خصوصیت در ارتباط با تغییر کشید و اینکه آیا سرنوشت ما در آنچه که هستیم حک شده؟ همه فیلسوفان یونان و روم ندانند کردن گبین از زقوم. ز وحشی نیاید که مردم شود، به سعی اندرو تربیت گم شود. بله گفتم که توان پاک کردن ز زنگ آینه، ولی که نیاید ز سنگ آینه. به کوشش نروید گل از شاخ بید، نزنگی به گرمابه گردد سپید. اما از طرف دیگه مگه نشنیدی که با بدان یار گشت همسر لوط، خاندان نبوتش گم شد. سگ اصحاب کهف روزی چند، پی نیکان گرفت و مردم شد. و گلی خوشبو در حمام روزی، رسید از دست محبوبی به دستم. بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم. بگفتا من گلی ناچیز بودم، ولی که مدتی با گل نشستم. کمال همنشین در من اثر کرد، وگرنه من همان خاکم که هستم. پس آدم تأثیر در تربیت، تأثیر پذیر در تربیت. به هر حال همون خاکه که گفت. در اینجا من خیلی مطلب دارم که داستانهای مختلفی رو برات بگم،
مثلا یکی داستان این دزدانه. گروهی از دزدان راه رو بسته بودند، در یک کوهی راه رو بسته بودند بر هر قافلی که رد میشد. اینا رو میزدن و میکشتن و اموالشون رو غارت میکردن تا بالاخره کار به جایی رسید که شاه دستور داد که آقا چه وضعیتیه، یه عده از مردان واقعه دیده و جنگ دیده شو فرستاد اونجا که تکلیف اینا رو روشن کنید. اونام رفتن و به فوریت این دزدا رو همه رو کت بسته گرفتن آوردن و شاه دستور داد کردن اینا رو بزنید. میونه اینا یه پسر جوونی بود، خوشرو، خوش اخلاق، مظلوم، گوشه ایستاده. وزیر گفت بابا اینو به من ببخشش، نکشینش، این گناه داره، جوون بچه است، از زندگیش چیزی ندیده. شاه گفت پرتو نیکان نگیرد هر که بنیادش بد است، تربیت نااهل را چون گردگان بر گنبد است. ابر اگر آب زندگی بارد، هرگز از شاخ بید بر نخوری. با فرومایه روزگار مبر، کز نی بوریا شکر نخوری. با وجود تمام این حرفا نه وزیر و نه اطرافیان شاه قانع نشدند. این بچه رو نگاه کردن، جوان رو، گفتن بابا یه کاریش بکنیم، ببخشیدش دیگه. شاه هم بالاخره رضایت داد. القصه پسر رو با ناز و نعمت بزرگ کردن، استادان در تربیتش گماشتن که چطور این بچه بتونه صحبت کنه، چطور بتونه این آداب خدمت رو به جای بیاره. هر کس نگاش میکرد میگفت به به عجب جالب. خلاصه هر کس در برابر شاه از حسن این پسر نکته ای رو میگفت که ببین چطور تربیت عاقلان در اون اثر کرده. شاه یک لبخندی میزد و میگفت عاقبت گرگ زاده گرگ شود، گرچه با آدمی بزرگ شود. 2 سال گذشت. جوان رفت و یک عده اوباش رو دور خودش جمع کرد. همگی رفتن توی گروه بزرگی از دزدان که در خارج از شهر مشغول 2 مرتبه شلوغ کردن بودن. بنابراین شمشیر نیک از آهن بد چون کند کسی، ناکس به تربیت نشود ای حکیم کس. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شوره زاد بوم خس. زمین شوره سنبل بر نیارد، در او تخم و عمل ضایع مگردان. نکویی با بدان کردن چنان است که بد کردن به جای نیک مردان. نکویی و رحمت به جای خود خوش است، که بد کردن به جای نیک مردان. نکویی و رحمت به جای خود است، ولی با بدان نیک مردی بد است. مکن با بدان نیکی ای نیک بخت، که در شوره نادان نشاند درخت. یه داستان دیگه هم براتون بگم حالا که اینجا شد. داستان این وزیر است که این وزیر حالا این دفعه پسرش کودن بوده. یک پسر تنبل بی عرضه احمقی رو داشته، نمیدونسته با اون بچه چیکار کنه. یک حاکمی بوده، یک حکیمی بوده بسیار دانشمند و خیلی دنیا میشناختیم. اینو میفرسته سراغ این حکیم، میگه یک کاری برای ما بکن. مدتی این حکیم تعلیم میکنه این پسر رو، بالاخره میبینه این فایده نداره. پسر میره سراغ پدره، یک نفر میره سراغ پدره میگه بابا بیا این بچه تو وردار ببر که این پسر تو عاقل نمیشه، منم دیوونه کرد. چون بود اصل گوهری قابل، تربیت را در او اثر باشد. هیچ صیقل نکو نداند کرد، آهنی را که بدگوهر باشد. سگ به دریای 7 گانه بشوی، که چوتر شد پلیدتر باشد. خر عیسی گرش به مکه برند، چون بیاید هنوز خر باشد. خب این موضوع تربیت به نظر من اهمیتش در روابط انسانی بوده. یک جامعه شایسته انسانیت برقرار بشه
با تحصیل و علم و ادب و تربیت. و در این ارتباطه که گفتم چو خواهی که نامت بود جاودان، مکن نام نیک بزرگان نهان. بزرگی که از او نام نیکو نماند، توان گفت با اهل دل کو نماند. غم و شادمانی نماند ولیک، جزای عمل ماند و نام نیک. اگر بد کنی چشم نیکی مدار، که هرگز نیارد گز انگور بار. و به قومی که نیکی پسندد خدا، دهد خسرو عادل و نیک رای. چو خواهد که ویران شود عالمی، کند ملک در پنجه ظالمی. یکی بر سر شاخ و بن می بری، خداوند بستان نگه کرد و دید. بگفتا گر این مرد بد می کند، نه با من که با نفس خود می کند. بالاخره از این درخت می افته پایین. خب من مثل اینکه خیلی حرف زدم. باید که به خودم بگم که مجال سخن تا نیابی مگوی، چو میدان نبینی نگه دار گوی. چو خواهی که گویی نفس بر نفس، حلاوت نیابی ز گفتار کس. نباید سخن گفت ناساخته، نشاید بریدن نینداخته. تأمل کنان در خطا و صواب، به از ژاژخایان حاضر جواب. کمال است در نفس انسان سخن، تو خود را به گفتار ناقص ناقص مکن. زبان بریده به کنجی نشسته صم بکم، به از کسی که نباشد زبانش اندر حکم. خب ولی این که نشد. تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. و باید دید که منظور از بیان چیست. اگرچه پیش خردمند خاموشی ادب است، به وقت مصلحتان به که در سخن کوشی. دو چیز طیره عقل است، دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. زبان در دهان ای خردمند چیست، کلید در گنج صاحب هنر. چو در بسته باشد چه داند کسی، که جوهر فروش است یا پیله ور. اما تو که من باشم، مثل این که خیلی خودت رو داری قضاوت میکنی. شاید باید خودت رو راحت بذاری. ببین تمام صحبت من در اینه که اونطور که شایسته هست رفتار کنم. ولی سعدی همه ساله پند مردم میگوید و خود نمی کند گوش. هر کس صفتی دارد و رنگی و نشانی، تو ترک صفت کن که از این به صفتی نیست. یه قصه‌ای برات بگم از بچگی که ببینی به کجا رسیدم، که حالا بتونم این رو درک کنم که پند مردم رو دادم و خودم عمل نکردم و چجوری بود و اینا. بررسی کردن این یک خودشکافیه. یاد دارم که در ایام طفولیت متعبد بودمی، شبخیز و مولع زهد و پرهیز. یک شبی در خدمت پدر رحمت الله علیه نشسته بودم، همه شب دیده بر هم نبسته، مصحف عزیز کنار گرفته، طایفه‌ای کنار ما خفته. پدر را گفتم از اینان یکی سر بر نمیارد که یک دوگانه‌ای بگذارد، یک نمازی بخونه. چنان خواب غفلت بردن که گویی نخفتند که مردن. گفت جان پدر، تو نیز اگر بخفتی، به از آن که در پوستین خلق افتی. نبیند مدعی جز خویشتن را، که دارد پرده پندار در پیش. گرت چشم خدا بینی ببخشد، نبینی هیچ کس عاجزتر از خویش. بعدم که گفتی وقتی رفتم نظامیه، در اونجا مرا در نظامیه ادرار بود، شب و روز تلقین و تکرار بود. مر استاد را گفتم ای پرخرد، فلان یار بر من حسد میبرد. رفتم سراغ
معلممون استادم گفتم بابا اینا این هم کلاسیای من همینطور انگولک میکنن، ایراد میگیرن، اذیت میکنن. حسن چون من داد معنی دهم در حدیث، براید به هم اندرون خبیث. شنید این سخن پیشوای ادب، به تندی برآشفت و گفت ای عجب، حسودی پسندت نیامد ز دوست، حسودی پسندت نیامد ز دوست، که معلوم کردت که غیبت نکوست. گرو راه دوزخ گرفت از خسی، از این راه دیگر تو هم در وی رسی. پسند آمد از عیب جوی خودم، که معلوم من کرد خوی بدم. گرانی که دشمنت گوید مرنج، گرانی که دشمنت گوید، خب اون هستی که میگه مرنج، وگر نیستی گو برو باد سنج. خب اگر می حرفی که این میزنه تو نیستی، خب بزنه هرچی ما رو کن. ز دشمن شنو سیرت خود، که دوست هر آن کس تو آید به چشمش نکوست. حالا که به اینجا رسیدیم، یک داستانی هم در ارتباط با مأمون عباسی یادم افتاد که براتون بگم که چی بود. چو دور خلافت به مأمون رسید، پول مفصل، مقام عالی، یکی ماه پیکر کنیزک خرید. بید عجب کنیزیه، چه هیکلی، چه صورتی، چه تشکیلی. اما هرچی مأمون سعی کردش که محبت این کنیز رو به دست بیاره، کنیز هر بار به طرقی از دست این مأمون در میرفت و فایده ای نداشت، تا اینکه بالاخره رفت سراغ کنیزه، گفت آقا جریان چیه؟ بگفت از چه بر دل گزند آمدت؟ چیکار کردم مگه من؟ بگفت از چه بر دل گزند آمدت؟ چه خصلت ز من ناپسند آمدت؟ کنیز گفت بگفت در کشی ور شکافی سرم، نزدیکت نمیام. چرا؟ ز بوی دهانت به رنج اندرم. مأمون جا خورد، این جریان چی و اینا؟ من هر طرف میرم هیچ خبری، کسی چیزی به من چی داره میگه؟ دقتی کرد و دید خب بابا اینم نکته ای داره. رفت و به خودش رسید و بعد پری چهره را همنشین کرد و دوست، که این دوست منه، که این عیب من گفت، یار من اوست. نه اونایی که همیشه دور و بر منو گرفتن هیچ چی نگفتن. اینجا خیلی جالبه که سعدی در عمق یک نکته دقت میکنه. کاملا با این صحبت ها موافقم، ولی من رو یاد یک داستان دیگری انداخت. ناخوش آوازی به آواز بلند قرآن میخوام. صاحب دلی بر او بگذشت و گفت تو را مشاهره چند است؟ چقدر دارن بهت پول میدن؟ گفت هیچ. گفت پس این زحمت خود چندین چرا میدهی؟ گفت از بحر خدا میخوانم. گفت از بحر خدا مخوان. داستان دیگر درباره خطیب انکرالصوتی هست که خودش رو خوش آواز میپنداشت و فریاد بیهوده برمیداشت و مردم قریه به علت مقامی که این خطیب داشت و عذاب میکشیدن، تحملش میکردند و هیچ نمیگفتند. در آن اقلیم یک کس دیگری بود که با این شخص دشمنی نهانی داشت. رفت بهش گفتش که تو را خوابی دیدم که امیدوارم خیر باشد. خطیب گفت چه دیدی؟ گفت چنان دیدم که تو را آواز خوش بود و مردمان از انفاس تو در راحت بودن. خطیب در این معنی لختی بیاندیشید و گفت این مبارک خواب است که دیدی که مرا بر عیب خود واقف گردانی. معلوم شد که آوازی ناخوش دارم، خلق از بلند خواندن من در رنج. توبه کردم که از این پس خطبه نگویم مگر به آهستگی. از صحبت دوستی برنجم که اخلاق بدم حسن نماید. عیبم هنر و کمال بیند، خارم گل و یاسمن نماید. کو دشمن شوخ چشم ناپاک، تا عیب مرا به من نماید. حالا این احتیاج البته به یک ظرفیتی داره که از انتقاد ناراحت نشید.
اما نکته دیگری هم هست که انگیزه ایرادگیری چی هست در یک موردی و واکنشی که به اون نشون میدهی چجوریه. هر آن کو برد نام مردم به آر، تو خیر خود از وی توقع مدار. که اندر قفای تو گوید همان، که پیش تو گفت از پس مردمان. بدن در حق مردم نیک و بد، مگوی جوان مرد صاحب خرد. اما صحبت حرف نیست، موضوع عملم هست. کسی با بدان نیکویی چون کند، بدان را تحمل بد افزون کند. بداندیش را جاه و فرصت مده، عدو در چه و دیو در شیشه به. و اینجا یاد داستان اون مرد و زن و زنبور افتادم. یادت هست؟ نه که چه باشد؟ یادت میاد. شنیدم که مردی غم خانه خورد، که زنبور بر سقف او لانه کرد. زنش گفت از اینان چه خواهی؟ مکن که مسکین پریشان شوند از وطن. میگه خونهشون چرا داری خراب میکنی؟ بشد مرد نادان پس کار خویش. گرفتند یک روز زن را به نیش، زنبورا به زنه حمله کردند. زن بی خرد بر در و بام و کوه، همی کرد فریاد و میگفت شوی مکن روی بر مردم ای زن ترش. تو گفتی که زنبور مسکین مکش. یعنی پای کارت بیست. حالا اینجا شاید سوال دیگه هم بر آدم ایجاد بشه. البته میبینی که سعدی، میبینی که ما چه دقتی داریم در جزئیات. یعنی یه مطلبی که خیلی روزمره است، مثلا فرض کن که چه کسی میتونه فکر کنه که حالا مأمون دهنش بو میداده، میدونی، یا مثلا یه نفر اونجا دادی میزده صداش خراب بوده. اما نه، هر کدوم از اینا یک نکته ای رو در ذهن سعدی به تحرک در میاره که فکر کنه و ازش نکاتی رو بیرون بکشه. مثلا همینطورم میگه که یک سوالی در آدم ایجاد میکنه دیگه، چو گربه نوازی کبوتر برد، چو گربه نوازی کبوتر برد، چو فربه کنی گرگ یوسف درد. چو گرگ خبیث آمد در کمند، بکش ورنه دل برکن از گوسفند. از ابلیس هرگز نیاید سجود، نه از بدگهر نیکویی در وجود. این که لازمه که جلوی بدکار رو بگیری، عامل تخریب رو از بین ببری. اما از طرف دیگه مگه نگفتن که نیش عقرب نه از ره کین است، اقتضای طبیعتش این است؟ خب اگه اینه دیگه. یا به نرمی ز دشمن توان کرد دوست، چو با دوست سختی کنی دشمن اوست. به گفتن درشتی مکن با امیر، چو بینی که سختی کند سست گیر. اما از طرف دیگه میگه که نشاید ز دشمن خطا درگذاشت، که گویند یارا و مردی نداشت. حالا این بماند که حرف مردم که نباید ملاک عملت بشه، اما در این که با دشمن چطور باید مدارا بکنی، از یک طرف اگر که کوتاه بیایی، که از طرف دیگه اگر که حمله بکنی چی؟ جای بررسی داره. این افکار و سوالات از یک طرف و مشاهدات هم در سفرها و روبرو شدن با عام و خاص و مردمان کوچه و بازار و حکمرانان من رو به شناخت نکات مختلفی رسوند که اونا رو با تو و دوستانم به شرکت گذاشتم در روش حکمرانی و مملکتداری که من رو همدلی و پاسداری از کشور میدونم. سالها اندیشیدم که چرا به جزئیات جسم و روان و روابط آدم‌ها پرداختم. مراعات دهقان کن از بهر خویش، که مزدور خوشدل کند کار بیش. خدا ترس را بر رعیت کنید، که معمار ملک است پرهیزگار. رعیت درخت است اگر پروری، به کام دل دوستان برخوری. با رعیت صلح کن و از جنگ خصم ایمن نشین، زان که شاهنشاه عادل را رعیت لشکر است. صحبت من صحبت کاردانی است در حکومت، از همه اجزای شرکت کننده که با هم باید همراه بشوند
به مصداق آنچه که گفتم بنی آدم اعضای یک پیکرند. بله، و گفتم که ندیمان خود را بیفزای قدر، که هرگز نیاید ز پرورده قدر. یکی را که معزول کردی ز جاه، چو چندی برآید ببخشش گناه. درشتی و نرمی به هم در به هست، چو رگزن که جراح و مرهم نه هست. نظر کن در احوال زندانیان، که ممکن بود بی گناه در میان. گرایت گناهکاری اندر پناه، نه شرط است کشتن به اول گناه. چو باری بگفتند و نشنید پند، بده گوشمالش و به زندان ببند. اگر پند و بندش نیاید به کار، درختی خبیث است بیخش برآر. چو خشم آیدت بر گناه کسی، اما تأمل کنش در عقوبت بسی. که سهل است لعل بدخشان شکسته نشاید دگر بار بست. مروت نباشد بر افتاده زور، برد مرغ دون از دانه از پیش مور. و گردانی اندر تبارش کسان، بر ایشان ببخشای و راحت رسان. گنه بود مرد ستمکاره را، چه تاوان زن و طفل بیچاره را. مها زورمندی مکن با کهان، که بر یک نمط می نماند جهان. نکویی کن امسال چون ده تو را، که سال دگر دیگری ده خداست. کرم پایدارد ندهی متخت، بده کز تو این ماند ای نیک بخت. مکن تکیه بر ملک و جاه و حشم، که پیش از تو بوده است و بعد از تو هم. مال از بهر آسایش عمر است، نه عمر از بهر گرد کردن مال. عاقلی را پرسیدند نیکبخت کیست و بدبختی چیست؟ گفت نیکبخت آن که خورد و کشت، بدبخت آن که مرد و هشت. زر از بهر خوردن بود ای پدر، ز بهر نهادن چه سنگ و چه زر. زر از سنگ خارا برون آورند، که با دوستان و عزیزان خورند. اما در سفرها در بین آدما دشمنی ها دیدم، جنگ ها دیدم. چگونه باید که رفتار کرد تا بهترین زندگی در این شرایط ایجاد بشه؟ تا اونجا که ممکنه خب از جنگ دوری کن، که سخن در صلاح است و تدبیر و خوی، نه در اسب و میدان و چوگان و گوی. حذر کن ز پیکار کمتر کسی، که از قطره سیلاب دیدم بسی. اگر پیلزوری و گر چیر چنگ، به نزدیک من صلح بهتر که جنگ. چو دست از همه حیلتی درگسست، حلال است بردن به شمشیر دست. اگر صلح خواهد عدو سر مپیچ، وگر جنگ جوید عنان بر مپیچ. پس جایی که با دشمن روبرو هستی، تو هم جنگ را باش چون کینه خواست، که با کینه ور مهربانی خطاست. عدو را به فرصت توان کند پوست، پس او را مدارا چنان کن که دوست. اما اگر دشمن به عجزندر آمد ز در، نباید که پرخاش جویی دگر. چو زنهار خواهد کرم پیشه کن، ببخشای و اما از مکرش اندیشه کن. بعد از همه این صحبت ها در زیستم ببین که بسیار متفاوت از فضای جنگ و دشمنی به جهانی دیگر هم نظر داشتم. خلاف راستی باشد خلاف رای درویشان، بنه گر همتی داری سری در پای درویشان. گرت آینه‌ای باید که نور حق در او بینی، نبینی در همه عالم مگر سیمای درویشان. قبا بر قد سلطانان چنان زیبا نمی آید، که این خلقان گردآلود بر بالای درویشان.
تو زرداری و زنداری و سیم و سود و سرمایه، کجا با این همه شغلت بود پروای درویشان. که حق بیند و حق گوید و حق جویند و حق باشد، هر آن معنی که آید در دل دانای درویشان. بله، با این همه تنوع و تضاد خلاصه برات بگم که زندگیم رو که نگاه میکنم در یک لغت خلاصه میشه: عشق. و این خودش یک دنیاست، این شیفتگی که من دارم در هر چی که میبینم. اما این دنیای عشق رو باید بازش بکنیم. برای خودم باید بازش بکنم. تو میگویی چه روی و موی و بناگوش و خط و خال استیم، چه قد و قامت و رفتار و اعتدال استیم. بعد میگی سعدی اگر نظر کند تا نقلت گمان بری، کو نه به رسم دیگران بنده زلف و خال شد. جریان چیه؟ تکلیف ما رو روشن کن. خب دیگه از طرف میگه چه روی و موی و بناگوش و خط و خال، که اینجا به تمام اعضای معشوقش نظر داره. اونجا اداره دیگه میگیم چی؟ نظری که میکنه نه اینکه مثل بقیه بنده زلف و خال شده باشه. پس جریان چیه؟ خیلی خب بیاریم. من در اینجا هیچ تضادی نمیبینم. ببین، اینو درباره عاشق گفتم، تمام عالمم میدونن که چی گفتم، که شب عاشقان بیدل چه شب دراز باشد، تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد. عجب است اگر توانم که سفر کنم ز دستت، به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد. به کرشمه عنایت نظری به سوی ما کن، که دعای دردمندان ز سر نیاز باشد. سخنی نیست که طاعت ز خویشتن بپوشم، سخنی که نیست طاقت که ز زیستن بپوشم. به کدام دوست گویم که محل راز باشد. چه نماز باشد آن را که تو در خیال باشی، تو صنم نمیگذاری که مرا نماز باشد. حالا تو هر طور که میخوای اینو تفسیر کن. عیب سعدی مکن ای خواجه، عیب سعدی مکن ای خواجه، اگر آدمی که آدمی نیست که میلش به پری رویان نیست. نام سعدی همه جا رفت به شاهد بازی، وی نعیب است که در ملت ما تحسینی است. آفرین. کافر و کفر و مسلمان و نماز و من و عشق، هر کسی را که تو بینی به سر خود دینی است. مگه اینو از دوستمون نشنیدی که گفت عشقا گرزین سر و گرزان سر است، عاقبت ما را بدان شه رهبر است. هر که دلارام دید از دلش آرام رفت، چشم ندارد خلاص هر که در این دام رفت. یاد تو میرفت و ما عاشق و بیدل بودیم، پرده برانداختی کار به اتمام رفت. ببین چی گفتن؟ فرهاد را چو بر رخ شیرین نظر فتاد، دودش به سر در آمد و از پای در فتاد. مجنون ز جام طلعت لیلی چو مست شد، فارغ ز مادر و پدر و سیم و زر فتاد. رامین چو اختیار غم عشق ویس کرد، یک بارگی جدا ز کلاه و کمر فتاد. وامق چو کارش از غم عذرا به جان رسید، کارش مدام با غم و آه سحر فتاد. زین گونه 100,000 کس از پیر و از جوان، مست از شراب عشق چو من بیخبر فتاد. باید دید که این اشتیاق، این جذابیت، این مسحور شدن از چیه؟ ما پوسته رو میبینیم. اصل مطلب کدومه؟ اینه که میگم جان و تنم ای دوست، فدای تن و جانت. مویی نفروشم به همه ملک جهانت. ماه نتابد به روز، چیست که در خانه تافت. سرو نروید به بام، کیست که بر بام رفت. مشعله ای برفروخت پرتو خورشید عشق، خرمن خاصان بسوخت خانگه عام رفت. و اینکه نظر خدای بینان
طلب هوا نباشد، سفر نیازمندان قدم خطا نباشد. دو چشم در سر هر کس نهاده اند، ولی تو نقش بینی و من نقش بند می نگرم. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. بله گفتم که برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. و اینکه هر کسی را نتوان گفت که صاحب نظر است، عشقبازی دیگر و نفس پرستی دیگر است. هر که در آتش عشقش نبود طاقت سوز، گو به نزدیک مرو کافت پروانه پرست. گر من از دوست بنالم نفسم صادق نیست، خبر از دوست ندارد که ز خود بی خبر است با خبر است. گمان برند که در باغ عشق سعدی را، نظر به سیب زنخدان و نار پستان است. باور مکن که صورت او عقل من ببرد، عقل من آن ببرد که صورت نگار اوست. گر دیگران به منظر زیبا نظر کنند، ما را نظر به قدرت پروردگار اوست. سالها بعد از من شاعری گفت ز حرف و صوت بیرون است راز عشق من با او، رموز عشق وجدانی است در گفتار کی گنجد. رازی که آن دوست گفت من رهی نادیده دارم سوی دوست. وقتی دل سودایی میرفت به بستانها، بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحانها. گه نعره زدی بلبل، گه جامه دریدی گل، با یاد تو افتادم از یاد برفت آنها. ای مهر تو در دلها، ای وی مهر تو بر لبها، وی شور تو در سرها، وی سر تو در جانها. گویند مگو سعدی دیگر سخن از عشقش، میگویم و بعد از من گویند به دورانها. شاد باشید. شاد باشید.